خیلی انتباه دست در رفتما میخوام براتون بگم شیراز محل تولد منه ولی من اصلیتم اصفهانیه. یه زن شیرازی به دوستش میگفت میگم شنیدی یکی پیدا شده تو تهرون وقت زنا رو سوار میکنه میبره یه بلایی سرشون میاره وقت در ماشینو هم گفت همین اسمش خفاش شبه. اون یکی گفت هرچی امکانات مال تهرونه. خانم شیرازی رفت کپسول پیکنیکشو بده این گاز بزرگا پر کنن. رفت گفت والله آقا یه جوری بکن توش که یه دمایی بسوزه. زنگ زده بود طرف اداره آب شیراز. میگم آقا میگم ما تو مالی آباد میشینیم اومون نمیاد بیاد شبا چکه چکه اما دو مادمون تو قصدش میشینه فر اوش میاد. یه بچه ای رفت کلانتری ببخشید گفت آقای پلیس باشی دوچرخه رو دود بوده. گفت پسرم به کسی هم شک داری؟ آره به مامانم چون دیشب نصف شب شنیدم داشت به بابام میگفت سواشو تا علی بیدار نشده. در هند یه فیلی صاحبش رو لخت میبینه به صاحبش اینطوری میکنه تو چجوری با این آب میخوری؟ میگن قدرینیه برای رضای خدا رفت پرورشگاه یه بچه بگیره بزرگ کنه. به مسئول پرورشگاه گفت آقا من یه بچه میخوام پسر سفید توپل مپل 10 ساله تشن زاق. پرورشگاهی گفت باشه مکانی ها میبری؟ آرک جا که 90 میخواین 90 یعنی 4-6 ماه دیگه باید من
به عربه. گفتن شما از چند سالگی دولتون رشد میکنه که انقدر بزرگه؟ ما از اول دولیم بعد دست و پا در میاریم. لور رفته بود خواستگاری، بهش گفتن دختر ما 1000 تا سکه مهرشه ها. گوش آقا 1000 تا برای اولا. دختر سراغ دارم عین قرص قمر 14 تا سکه تازه حاملم ها. یزدی داریم اینجا حتما. یه دختر خانومی یه سبد باقالی از توی باقی برداشت، تا اومد بره پسر صاحب باقالیا رو گرفت، ترتیب دختره رو داد. گفت دیگه از باقه ما باقالی مدزدی. دختره گفت اگه ای تو باشه هر روز مدزدم. دیگه بله قشنگه. یه دو سه تا سوال ایه لوری میکنه، میگن تو اگه رئیس جمهور شی چیکار میکنی؟ گفت من یه کار خوب برای خودم تو شرکت نفت دست پا میدم. آخه رفته بود جلو آبربانک، به آبربانک اینطوری میکرد تو نه خدا جان بچه تو نه حضرت عباس این پایان خدمت من پس بده. بهش گفتن اگه لیلا فروهر مادرت بود چه کار میکردی؟ گفت من تا 50 سالگی شیر میخوردم. از همشهره پرسیدن که فارسی رو تا کجا خوندی؟ درسای قدیمی یادتونه که گفت تا اونجایی که دهقان فداکار شلوارشو در آورده منتظر تصمیم کبرا. میگن مضرات بچه اینه که نمیخوابه که بذاری نمیخوابه که بذاری. خیلی ممنون و تشکر میکنم. انشاءالله موفق. این امتحان کنیم یا خراب نکنیم. یه زمان بچه میخوام امشب یه صدای جدید میشه میگیره یا نمیگیره. اگه اینجا شد دیگه میرم رو سیدی ها و جشن ها و فلان. دلم مثل دل اون شقای باید تمرین کنم دیگه. چشمم دریای بارون شقای حالا روش تمرین میکنم و من یه کاغذ آوردم اینجا، میخوام یه غزل براتون بخونم. آره چون بعدم نیستم میبینم. آره کله آره اصلا اون خوبه. اینو هم من تاله نشنیدم. بذارم گلیم فرمت بذارم.
میشه من خواهش میکنم به افتخار علی آقای ما دست انشاءالله از گلزین آمدن اینجا حال بده خوشگلم هست و دیگه خود قلبانی گفتن که چرا ازدواج نمی کنید چون بالا هنوز برادر خانم ایران من پیدا نکردم یه 2 هفته 3 هفته پیش یه CD فرستادم برای خانواده آقای رئیس جمهور. این بنده خدا گفت روش یه چیزی بنویس که فکر نکنه من خریدم. اون CDش نوشتم که جناب آقای رئیس جمهور با اهدای سلام و خدا قوت مردم کرمان در سفر اخیر جناب عالی اینطور شعار میدادند: دلاور حفظه‌ای دودی بگیر خاصه‌ای. میگردم تا یه دفعه رفته بود گلزین، همه داد میزدن دلاور هسته‌ای دمر به خواب خسته‌ای. این لاره رفتم این داروخونه روش نمیشد بگه کادو میخوام کنم. شلوارش کشید تو گفت آقا ببخشی برای کوچولو لباس کار داری؟ همشهری رفته بود داروخانه گفت آقا دکتر ببخشید بی زحمت 99 تا کاندوم بده. دکتر گفت چرا؟ 99 تا؟ یه باره بیمونم گفت باشی پس 100 تا بده. اما خاله جان به خواهرزادش میگفت آفرین پسر گلم دیشته 19 شده باری کلا دودولشو بخورم. بخوره؟ اگه 20 بشم میذاری تحصیلتو بدم؟
همشهری اینو من تقریبا به تعداد نفرات عذرخواهی میکنم. همشهری ناراحت بود رفیقش بهش گفت چه تبا هرچی بابا بودن خب چه تبا بابا نفیقن عزیز من ما رفیقتیم خب آدم باش خب بنی آدم اعضای یکدیگر رو میفهمی یعنی چی؟ خب بله یعنی تو چیه معنی همشهری عصبانی رفت داروخونه گفت آقا هرچی خندم داره بده. گفت هرچی یعنی چه؟ گفت هرچی داره سر حوزه دعوا شده میخوام برم خوار مادرم. طرف با دخترش مشغول بود. دختره گفت وای چقدر امروز گلوم شده. خب آقا کاندوم نداشتم لیوان گذاشتم. به همشهری گفتن تا حالا کسی رو شاد کردی؟ گفت کردن نمیدونم شاد شده یا نشده. من واقعا معذرت یعنی عین این اجراها رو فقط تو اروپا فقط یعنی تو داخل ایران بهترین میشه آدم از جون خودش ماجده. اولین بار من اینقدر دیگه دریدم. اما لوره اون دنیا دید همه دارن ترتیب همو میدن. اون دنیا گفت آقا بابخشی اینجا چه خبره؟ گفت جزا که میگن آخرت که میگن اینه. اون دنیا ترتیب هر کیو دادی این دنیا ترتیبت میده. اینطوری کردی خاک عالم من سرم او خرسی آها. رشتیا به نصیب مونده. همشهر میگو من نمیدونم چرا از 6 دیر نمیشم. رفیقش گفت با برداری به خورشیر میشه. خب دیگه همشهر به دوست دخترش گفت جلوی در خونه همون جلوی بابا جلوی مغازه وایسا من ترمز میکنم تو بگو در بست. من ترمز میکنم بگو در بست منم میگم بیا بالا. رسید جلوی خونه دختره یادش رفت بگه در بست. اینطوری که مستقیم نمیخوره. اما قدرینیه از حمام آمد بیرون لخت جلوی آینه اینطوری کرد یا در خانه و ما گرد جهان میگردیم. دقیقه اینجا اکرا شما میدونی کان چند بخش هست؟ جو ببندان چند بخش استان نیست برای خودش یه دنیا. بعد از ظهر جمعه حوصله‌اش سر رفته بود و بچه‌ش اینطوری کرد ببندان پاشو زیر اون جاز از یاد چون آقا ایمنی بیا چونش بذاریم.